از این قسمت که علامت ضرب در میزنم تا اینجا و این قسمت. خب از این نقطه هایی که علامت زدم نگاه کنید، از اینجا صاف، بعد از اینجا به صورت هلال میاد اینجا که علامت زدم، از این هم یک کپی برمیدارم. پس شد یک کپی از این و یک کپی از این دهنه جیب برمیدارم. حالا من دوست دارم کمر شلوارم کمر کشی نباشه، کمردار باشه. چه کار باید بکنم؟ میام رو خط کمرم اندازه 1/4 دور کمر، 1/4 دور کمر، اندازه 1/4 دور کمر رو به دست میارم. از این قسمت اندازه 2 سانت میام داخل، قسمت فاق شلوار، قسمت خط کمر 2 سانت میام داخل و این نقطه رو به اینجا بس تا اینجا تموم میکنم. بس میکنم. در این نقطه هم اندازه 3 سانت میام داخل و اینو به باسن بزرگمون رسم میکنم. بعد این فاصله رو وسطش رو به دست میارم و یک ساسون 3 سانتی میگیرم. ساسونای شلوار، ساسونا رو گرفتم، قسمت فاق شلوار 2 سانت اومدم داخل و در قسمت پهلو هم 3 سانت اومدم داخل، یک ساسون به باسن بزرگ و یک ساسونم وسط 13 اندازه 13 سانت گرفتم برای اینکه دامن شلواریم کمردار بشه. برای پشتم به همین شکل 3 سانت از خط پهلو میریم داخل، در قسمت فاق هم 2 سانت میایم داخل، این به اینجا وصل میکنیم و این 3 سانت هم به باسن بزرگ وصل میکنیم. این فاصله وسط این فاصله رو به دست میاریم و یک ساسون 3 سانتی رسم میکنیم. عزیزان الگوی دامن شلواری راستمون رو رسم کردیم و قیچی کردیم. حالا اگر خواستیم که کمر کشی نباشه، کمردار بکنیم، میایم از این قسمت قیچی میکنیم. این قسمتی که خط پهلو ساسون زدیم از این قسمت قیچی میکنیم و در قسمت فاق هم از این قسمتی که خط ساسون علامت زدیم 2 سانت از این قسمت قیچی میکنیم و این قسمت هم قیچی میکنیم که این قسمت 5 سانت رو جدا میکنیم، قیچی میکنیم و داخل ساسون هم خالی میکنیم. در قسمت پشت هم به همین شکل. قسمت ساسون پهلو قیچی میشه، ساسون وسط فاق شلوار هم قیچی میشه. فقط یک نکته بهتون بگم، در قسمت فاق شلوار پشت برای افرادی که چاق هستن 4 سانت میایم بالا و برای افراد معمولی 3 سانت میایم بالا. این نقطه رو به صورت اوریب به خط پهلو وصل میکنیم به این شکل و این خط رو قیچی میکنیم. عزیزان ما، حالا الگوی دامن شلواری که پایین دامن شلواری میخوایم حالت کلوش باشه. باید چی کار کنیم؟ همون الگوی راسته دامن شلواری رو رسم میکنیم. میایم اگر ساسون داشتیم قسمت ساسون، انتهای ساسون رو این قسمت رو مثل دامن فون این قسمت رو تا خط پهلو رو اندازه میگیریم. هر چقدر که بود در پایین شلوار هم همون اندازه علامت میزنیم. این دو نقطه رو به هم وصل میکنیم و قیچی میکنیم و ایوازمان میدیم. حالا اگر این ساسون رو نداشتیم میایم وسط این خط کمر رو به دست میاریم. این فاصله هر چقدر که بود پایین شلوار هم همون اندازه علامت میزنیم و این دو نقطه رو به هم وصل میکنیم و تا اینجا قیچی میکنیم و ایوازمان میدیم.
عزیزان ساسون رو بستم من و این قسمت اوازمان میخوره و پایین دامن شلواریمون حالت کلوش میشه. فقط تنها کاری که برای این مدل دامن شلواری باید انجام بدین 1/4 دور باسن رو به اضافه نمیکنه، فقط همون 1/4 دور باسن رو علامت میزنیم. دوستان گلم اگر خواستیم دامن شلواریمون پایین دامن شلواریمون حالت کلوش باشه و کمرش هم حالت کشی باشه و ساسون نداشته باشه، به این صورت این خطی که بهتون گفتم تا خط کمر تا اینجا قیچی میکنیم و اندازه‌ای که میخوایم اوازمان میدیم به این شکل و برای پشت هم تمام کارهایی که برای قسمت جلو کردیم برای پشت هم همون کارا رو انجام میدیم. امیدوارم از این الگو راضی باشید. موفق باشید عزیزان.